تحت فشارهای زیادی بودیم، سعی میشد که از جامعه دور بمونیم، زیاد با کسی ارتباط نداشته باشیم. تابستون سال 76 بود که آلمان رفتیم، در اونجا آزمایش‌های از ما انجام شد. وقتی اومدیم گفتن که جوابو براتون میفرستیم و ما همینجور مرتب سوال می‌کردیم که پس جواب چی شد، جدا میشین اینا، و ما بعد مرتب پیگیری می‌کردیم کی جدا میشیم، مسئله درمان ما رو کجا کشید. حتی به ما گفتن شما می‌فرستین باقی بخش که قشنگ ببینن مردم شما رو، بهتون ترحم کنن. حالا یکی از این حقوقی که گفتیم شخص دارد و جزء حقوق شخصیشه حق زوجیت هست دیگه. حالا یکی از اینا خاص ازدواج بکنه، اون یکی ازدواج نمیخواد بکنه، یا احیانا منع ازدواج یک مرد با دوتا خواهر باید، یا به قول یکی از خانم ها یکی پسر از یکی دختر است. تکلیف ازدواج. ببخشید استاد، در ادامه درس امروز می‌خواستم ازتون بپرسم ببینم اگر که لاله و لادن در ارتباط با ازدواجشون به مشکلی بر بخورن چی کار باید بکنن و یا تا حالا فکر کردن در ارتباط یا نه؟ در جواب این خانم باید بگم که قانون مدنی در ماده 1046 اگه قانون ماده شماره شو اشتباه نکرده باشم موانع نکاح گفته. یکی از این موانع که من براتون میخونم اولا میخوام من به طور خلاصه بگم به این استاد اجازه بدید. به طور خلاصش اینه که دو خواهر نمیتونن به عقد یک نفر در بیان. علتش هم این دو خواهر نمیتونن به عقد یک نفر در بیان، حالا به هر صورتی که باشه. حالا قضیه ما اینه که به هم چسبیدیم، پس با توجه به این موضوع ازدواج ما محاله، حتی اگر حاکم شهر هم اجازه بده، چون در فقه اسلامی ما خوندیم ازدواج با دو خواهر امکان نداره. به نظر من استاد چه آدم بخواد زندگیشو خراب کنه که بخواد توهین نشه به اونایی که ازدواج کرد. من معتقدم که اصلا وقتی آدم راحت زندگی میکنه، راحت آزادی داره، برای چه بخواد تن به ازدواج بده که بخواد به فرمانبری یکی در بیاد. سبحان ربی الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. ما به علت ویژگی خاصی که داشتیم در بیمارستان بودیم تا اینکه زمانی منتقل شدیم به بیمارستان تهران. بعد یک مردی به نام آقای صفایان ما رو سرپرستی خودش بود. اومدن سراغ من، گفتم آقای صفایان شما چی شد اینا؟ گفتم چیزی نشده، نشست. همون لحظه از خدای خودم خواستم که خدایا به من کمک کن تا آخر عمر اگه اینا به هم چسبیده باشن من به عنوان میزبان از اینا نگهداری کنم و اگرم جدا بشن از شما حمایت کنم. مستقیما من از آلمان با دفتر مرحوم امام تماس گرفتیم که یه استفساری بشه که از لحاظ جداسازی ما چیکار کنیم، چی دستور میدن. فرداش جواب دادن که از دفتر مرحوم امام که مرحوم امام فرمودن که اگر اینا در ساعت معین دوتا میخوابن یا جدا جدا میخوابن، غذاشون اگر جدا جدا بخورن اینا قتل عمده و چنین اجازه‌ای رو نداریم. من اینجا مربی شنا واسهشون گرفته بودم، دوچرخه سواری میکردن تو این ویلا. ماهی نبود که با یه وزیری ملاقات نداشته باشه. 23 سال شخصا من عهدهدار خرجشون بودم. من داشتم لاله لادن تربیت میکردم که سر میز سازمان ملل از حقوق جمهوری اسلامی دفاع کنن. ما تصمیم اینه که بعد از 24 سال میخوایم آزاد زندگی کنیم، بدون از دغدغه فکری، بدون از امن و نهی دیگر. آره بیا بذاریم اینجا.
بودو لاله. من یک سوال رو در اینجا لازم میدونم از شما بپرسم. اگر فردی بیمار باشه، مثلا به بیماری که صعب العلاجی دچار شده باشه، اطباء بهش بگن که احتمال مرگ شما 80%، و احتمال زنده ماندنت با این عمل جراحی که ما میخوام انجام بدیم 20%، و اگر عمل نشید ممکنه در مدت زمان معین یا غیر معینی شما فوت بکنید. خب به نظر شما اگر شما جای اون بیمار باشید چه پاسخی میدید؟ اگر ما جای اون بیمار باشیم، هر کس منتظر مرگ نمیشه. تلاش خودش رو آدم میکنه که زندگی رو به دست بیاره. خب و ایشون هم یعنی ما جای همون قرار بگیم، چون خودمون راضی هستیم و اگر ولی داشتیم حتی اون هم راضی باشن میتونن این عمل انجام بدن. شما بین دو راه باقی میمونید، یا بایستی زندگی این چنینی رو ادامه بدید تا پایان عمرتون با این تفاصیل و با این شرایطی که دارید و هیچ چاره‌ای هم جز تحمل این مسائل و این مصائب ندارید. این یک راه دیگری که پیش روی شماست اینه که با توجه به نظر پزشکان متخصص در این امر جداسازی شما مطابق نظر اونها عمل بکنید. مرسی. نظر درباره قاضی چی بود؟ چی میگفت؟ خوشت اومد؟ من که از حرفاش سر در نیافتم. استیفا و دوباره نشسته و توضیحات مفصل. اما خوب قانونا حفظ بود. دیدی؟ یه علوم قضایی خونده دیگه. من این ازم خوشم نمیاد. درست شد. بد نبود. باز چی فهمیدی از حرفاش؟ مجرم کردن پدر مادر دیگه. در عمل من ها این یه تیکه که خوشت میاد خوشت میاد. یادم میاد تیکه که خوشش میاد دیگه. من خوشم نمیاد. چون اونا یه نوعی بی تقصیر هست. سواد نداشتم. بعدم اون موقع قانون جدید نبود. بعد یه وکیلشون بودی تبرئه میشدم. من اینو میگم. ولی منو اگه قاضی خوشم نمیاد. یه سال یه خطی رو دور سرش پیچون بعد جواب داد. شما نمیتوانید انتخاب کنید. این جراح است که بعد از اینکه کار رو گذاشت و عمل رو شروع کرد تازه متوجه خواهد شد که در این عمل ممکن است که کدام یکی فدای دیگری بشه و چه بسا که پیش نیاد. بنابراین این بحث که ما حق داریم انتخاب بکنیم کی رو بکشیم تا اون یکی زنده بمونه اساسا منتفیه. یه جا بحث بود که اگر یکی از ما موجب سرقت بشیم که در حد سرقت نباشه، مثلا دزدیدن یک سیب، به نظر شما این حبس میشه؟ با توجه به اینکه اینها هر دوشون با هم هستن ناگزیر مجبورن برای هر کاری به تفاهم برسن، چون یکی از اینها نمیتونن از هم جدا بشن براندازی. اگر قرار بشه براندازی اون یکی هم همراهش هست، در هر صورت اون یکی میشد معاونت در جرم.
حقیقتش این که نه تنها برای اون و خانواده تلخه، برای دنیا و برای اصلا جامعه علمی یک موضوع تلخ و پدیده تلخی است که یک نفر فدای دیگری بشه. ما علم داریم که جدا میشیم، علم نداریم که حتما یکی اون فدا بشه اون یکی جدا بشه. ما علم داریم که حتی 1% امکان جدا سازی ما به سلامت هست، این کار انجام میده. جامعه بشری در برابر هر پدیده تراژیکی عکس العمل مثبت باید نشون بده، یعنی راه حل پیدا کنه برای اینکه این مسئله تراژیک تبدیل به یک مسئله شاد و در حقیقت حیات بخش باشه. ما نه سفیهیم، نه مهجوریم، نه مجنون. ما علم داریم که جدا میشیم. شاید اگر اون موقع یک طفل رو ولو به اینکه 1 سالش بود، ولو به اینکه 6 ماهش بود رو زندگیش رو فدای طفل دیگه می‌کردیم، بهتر بود از این وضعیت که الان پیش آوردیم که حالا 2 تا جوان 20 ساله رو می‌خوایم یک کدومشون فدای دیگری بشن. من وقتی که داشتیم توی خیابون رد می‌شدیم، بعد یک فردی دیدیم که یک بچه بغلشه. من یادم پرسیدم که چرا این بچه یه دونه چرا به هم چسبیده نیست. بعدا متوجه شدیم که نه، فقط من و لادن اینطوری شدیم. خب وقتی که اون استقلال فردی به وسیله یک فرد یا یک شیء سد میشه، جلوش گرفته میشه، اون وقت اون برخوردها و اون خستگی‌ها پیدا میشه. هر کسی تو زندگیش حق داره که مستقلاً فکر بکنه، مستقلاً تصمیم بگیره و زندگی بکنه. هرچی بزرگتر میشیم مشکلاتمون خیلی شدیدتر میشه. یعنی امروز یه مشکلاتی داریم، فردا یکی جدید اضافه میشه. از جمله خمیدگی ستون فقرات و سنگینی که روی هم دیگه احساس میشه و کشیدگی گردن. سلام آقا. حسن اجازه هست؟ حاج آقا، با توجه به اینکه در فقه اومده و در قانون مدنی اومده ازدواج 2 خواهر به یه نفر جایز نیست، حرام است. آیا ممکنه الا بعد مدت، یعنی شما رو بخواد بعد طلاق بده، مدت بگذار